یک دختر 21 ساله از شهر نوسیبیرسک روسیه بکارت خود را به نرخ 1,700,000 روبل یا $20,000 به فروش گذاشته است. شبکه ویستی نوسیبیرسک خبر داد که این دختر اعلان فروش بکارتش را در سامانه مزایده بین المللی شب اول نشر کرده است. در این سامانه دختران بکاره از کشورهای گوناگون حق شب اول خود را به مردان ثروتمند با نرخ‌های گوناگون می‌فروشند. بنا به گزارش ویستی نوسیبیرسک، عکس‌ها و معلومات این دختر الکی از تشخیص و تحقیق گذشته تصدیق شده است. او زاده تاجیکستان بوده نوشته است که میانش 75 سانتی متر، قسمت قفس سینه‌اش 100 سانتی متر و قسمت رانه‌هایش 104 سانتی متر بوده. زبان انگلیسی را هم می‌داند و می‌تواند با نفری که شب اول او را بخرد به انگلیسی هم صحبت آراید. ولی او افزوده است که برای فروختن بکارتش آماده نیست که به خارج از روسیه سفر کند. من فلچر میشوم، سیگار نمیکشم، مشروبات استعمال نمیکنم، کار در بیمارستان را به حیث همشیره طبی دوست میدارم. راستی خیلی شرمگینم و دختر تازه ام. من تا حال با کسی یگان خیلی مناسبت نداشتم. چهره و بدن زیبا دارم. من دختر خوب و خوشبینم. اسب‌ها رو دوست می‌دارم، زندگی و این دنیا رو دوست می‌دارم. امیدوارم آدم خوب یافت خواهد شد که مرا درد نمی‌دهد و با من مناسبت درست خواهد کرد. نوشته است این دختر زاده تاجیکستان سال 2021 یک دختر 23 ساله از شهر دوشنبه نیز بکارت خود را در همین مزایده شب اول با نرخ $10,000 به فروش گذاشته بود. او در شرح این اقدام خود به ژورنالیستان گفت عائله‌شان در وضع دشوار مالیوی قرار داشته قرضدار شدند و از این را میخواهم عائله‌مان را از قرض رها کنم. این دختر همچنین گفت برای گذشتن از تشخیص‌های طبی که بکارت او را ثابت کند حاضر است، اما به شرطی که مشتری خرچ‌های این گونه تشخیص‌ها را نیز پرداخت کند. در جامعه محافظه‌کار تاجیکستان حفظ بکارت از جمله طرف‌های گذشته‌ناپذیر به شمار می‌رود و دخترانی که بکاره نمی‌برایند معمولاً برابر آشکار شدن نادختریشان شرمنده‌وار از خانه داماد رانده می‌شوند. در جامعه تاجیکستان تا ازدواج از دست دادن بکارت را برای دختران یک عمل خیلی ننگین می‌شمارند. ولی یک جامعه شناس تاجیک که تاثیر مهاجرت به ارزش‌های سنتی تاجیکان را تحقیق می‌کند در مصاحبه با پایگاه خبری بامداد گفت روند مهاجرت به این مسئله نیز تاثیر خود را گذاشته است و فرزندان مهاجران تاجیک که در کشورهای دیگر از جمله در روسیه به وایه می‌رسند نظر به فرزندانی که در تاجیکستان به وایه می‌رسند به ارزش‌های سنتی و اویلوی نظر فرق کننده دارند.